سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم یکم نوامبر تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. بازداشت یکی از آنهایی که ماشین امامعلی رحمون را در برلین با تخم زدند. امریکا 2 روس و 1 تاجیک را به صادرات مالهای ممنوع به کارخانه‌های حربی روسیه عیبدار کرد. از دکتر عبدالله و کرزای تا مسعود دعوت مخالفین رژیم طالبان به مسکو. بیک صبور هم راه بهبودی تامین اینترنت در شرایط بی‌برقی تاجیکستان را نیافت. شفقت میرزایی برای کمک به ساکنان غزه فلسطین 1.5 میلیون دلار جدا کرد. و اکنون تفصیلات خبرها. بلال قربانلیف، یک عضو حرکت اپوزیسیونی فعلا در تاجیکستان ممنوع گروه 24 که در حمله روز 29 سپتامبر سال 2023 به کاروان ماشین‌های پرزیدنت امامعلی رحمون در برلین اشتراک داشت، روز 24 اکتبر از جانب پلیس آلمان در شهر زیندورف در شمال استان باواریا با اتهام ویران کردن قانون‌های بود و باش در این کشور دستگیر شده است و اینک یک هفته باز در بازداشتگاه قرار دارد. همسفانش در تشویشند که به بلال قربانلیف که در بین اعضای گروه به نام عثمان معروف است، خطر اخراج از آلمان و تا فرستادنش به تاجیکستان تهدید میکند. عبیدالله سعیدی، سخنگوی گروه 24 به پایگاه خبری بامداد گفت بازداشت بلال قربانلیف مستقیما به اشتراکش در اعتراضهای برلین ندارد، بلکه مربوط به قانونهای مهاجرت است. ولی ما نگران هستیم که در صورت به تاجیکستان برگردانیدنش بلال قربانلیف را عذاب و شکنجه و حکم زندان طولانی منتظر است، چون که در اعتراضها به ضد سفر امامعلی رحمون و در عملیات تخم شپک به ماشین او فعالانه اشتراک کرده بود و این کار مقامات تاجیکستان را سخت ناراحت کرده است، گفت عبیدالله سعیدی. سخنگوی گروه 24 افزود که آنها برای حمایت از منفعت‌های قربانلیف ادوکات گرفتند و حال تلاش دارند تا از اخراج او از آلمان به تاجیکستان پیشگیری کنند. بلال قربانلیف همچنین در کانال دراماتیکی که از جانب گروه 24 در یوتیوب راه اندازی شده است فعالانه اشتراک داشت. در این کانال هنرپیشه‌های هوسکار فیلم‌های کوتاه را درباره چگونه شکنجه کردن و به اعتراف گناه‌های نوکرده وادار کردن بازداشت شدگان در نهادهای حفظ حقوق تاجیکستان را به صحنه می‌گذاشتند. عثمان در این فیلم‌ها اساساً نقش قربانی شکنجه را بازی میکرد. عثمان زمان در روسیه در مهاجرت کاری قرار داشتنش به برنامه‌های گروه 24 پیوست، فعالانه در برنامه و اشتراک و سخنرانی میکرد. ماه فوریه سال 2022 در پی حمله روسیه به خاک اوکراین، کشورهای اروپا به میلیون‌ها ساکنان اوکراین پناه دادند. بر اساس به اصطلاح بند 24 خارجی هایی که در اوکراین قرار داشتند نیز امکان پناه آوردن به کشورهای اروپا را به دست آوردند. عثمان بر اساس امین بند 24 از اوکراین به آلمان آمد و اینجا به سر میبرد، ولی بعدا اتحاد اروپا بند 24 را بازبینی کرده خیلی محدود کرد. عثمان برای دریافت پناهندگی در آلمان عریضه داده بود، ولی اداره مهاجرت آلمان اخیراً این درخواست او را رد کرد. روزهای 28 و 29 سپتامبر سال جاری که پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمون برای اشتراک در نخستین نشست سران آسیای مرکزی و آلمان به برلین آمده بود، مخالفین تاجیک به ضد سفر او یک سلسله اعتراضها دایر کردند. روز 29 سپتامبر به اعضای گروه 24 میسر شد که با تخم به کاروان ماشین‌های امامعلی رحمون در کوچه‌های برلین حمله کنند. این عمل مخالفین موج تعقیبات به سر خود بی سابقه نزدیکانشان در تاجیکستان را به بار آورد. حامیان حقوق از بازداشت نزدیک 50 نفر از خویشاوندان اشتراکیان اعتراضهای برلین خبر دادند. یک عده از رهبران سیاسی مخالف رژیم طالبان از جمله رهبران جبهه مقاومت ملی و شورای مقاومت برای نجات افغانستان ماه نوامبر به یک نشست در شهر مسکو دعوت کرده شدند. این نشست از جانب دوم دولتی مجلس پایانی پارلمان روسیه دایر کرده می شود و قرار است در آن وکیلان دوم و همچنین نمایندگان وزارت کارهای خارجه روسیه اشتراک کنند. بنا به اطلاع شبکه افغانستان اینترنشنال، در رویخط افراد دعوت شده به نشست مسکو که منابعش یک نسخه این رویخط را در اختیار این رسانه نیز قرار دادند، به پایتخت روسیه از جمله احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی، امرالله صالح معاون اول پرزیدنت قبلی افغانستان، عبدالله رئیس سابق شورای عالی مصالحه و حامد کرزای رئیس جمهوری پیشین افغانستان دعوت شدند. این چنین از دیگر شخصیت‌های شناخته در بین دعوت شدگان به همایش مسکو فضل احمد معنوی،
محمود سایقل، جیلانی مشکور و با شمار دیگر از مخالفین رژیم طالبان هستند. اما به گفته منابع آگاه، چند دیگر از رهبران مقاومت از جمله وزیر سابق امور خارجه افغانستان صلاح الدین ربانی و محمد محقق، یک رهبر ارشد هزاره‌ها، از اشتراک در این نشست مسکو خودداری کردند. یادآور می‌شویم جنبش تندرو طالبان ماه اوگوست سال 2021 با استفاده از خروج نیروهای ائتلاف بین المللی از افغانستان، حکومت تحت حمایت این ائتلاف را سرنگون کرده قدرت را به دست خود گرفت. روسیه در آغاز نسبت به طالبان روی خوش نشان میداد و از اولین کشورهای بود که سفیرش با نماینده امارات اسلامی رژیم سخت طالبان تماس برقرار کرده و هم در مسکو دیپلمات‌های حکومت قبلی افغانستان را از سفارت این کشور بیرون انداخته امور سفارت را به دست نمایندگان طالبان دادند. اما با گذشت 2 سال طوری به نظر می رسد مسکو از نائل شدنش به خواسته‌های خود از رژیم طالبان دلسر شده است و وقتهای آخر به مخالفین مسلح طالبان که قبلا به آنها مطلقاً پشت گردانیده بود اکنون کم کم رو آورده ایستاده است. از جمله ماه اوگوست سال 2023 یک باره رهبران 2 گروه عمده مخالفین مسلح طالبان، ضیا یاسین رهبر جبهه آزادی افغانستان در اول ماه و احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در پایان اوگوست از مسکو بازدید کردند. همان وقت سرگئی میرانوف رئیس حزب روسیه با عدالت و وکیل دوم دولتی روسیه در ملاقاتش با احمد مسعود گفته بود که در تیر ماه سال 2023 دوم دولتی یک نمایش گسترده را پیرامون افغانستان برگزار میکند و احمد مسعود را هم دعوت خواهد کرد. روسیه چند پیش در شهر قزان میزبان نشست مسائل افغانستان در چارچوب فرمت مسکو شده بود. در نشست قزان نمایندگان رژیم طالبان برابری وزیر خارجیش امیرخان متکی اشتراک داشتند. اما معلوم نیست که در نشست ماه نوامبر تنها مخالفین رژیم طالبان دعوت شدند و یا در کنار آنها حاکمان امروزه افغانستان نیز به مسکو خواهند آمد. پرزیدنت ازبکستان شفقت میرزیویف روز 31 اکتبر سال 2023 پیش از آغاز جلسه بخشیده به طرح‌های گیدر انرژتیکی و آمادگی شبکه انرژتیکی کشور به موسم سرما به موضوع وضع پیچیده در خاورمیانه پرداخت و گفت تصمیم گرفته است که به اداره سازمان ملل در امور خاورمیانه برای کمک به ساکنان سرزمین‌های فلسطینی نوار غزه 1.5 میلیون دلار جدا کند. ما هم بستگی محکم خود با مردم فلسطین را بیان می‌داریم و از حق این مردم برای تشکیل دولت مستقل خود بر اساس قرارهای قبلا قبول کرده مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد را اظهار میکنیم، گفت میرزیویف. برخوردهای مسلحانه بین ارتش اسرائیل و جنبش حماس باعث هلاکت مردم آسایشته و بیگناه گردیده بحران انسانی را در منطقه عمیق‌تر میکند. اظهار داشت میرزیویف افزود به این دلیل ازبکستان هر دو جانب را به آتش‌بس بلافاصله انسان دوستانه، قطع عملیات جنگی و اهل مناقشه با راه صلح‌آمیز دعوت میکند. میرزیویف همچنین به زادگان ازبکستان به ویژه جوانان مراجعت کرده و از آنها خواست که به هر گونه اغواها داده نشوند و دست به عملهای غیر قانونی نزنند. این دعوت میرزیویف در حالی است که روز 29 اکتبر یک گروه ساکنان در میدان امیر تیمور شهر تاشکند به طرفداری از فلسطین تظاهرات کردند. 3 نفر آنها 2 ساکن ناحیه اساساً تاجیک نشین آهنگران ولایت تاشکند و 1 نفر از ناحیه کاسنای ولایت قشقدریا که این ناحیه نیز اساساً تاجیک نشین است با حکم دادگاه شهر تاشکند برای 15 روز به حبس گرفته شدند. آنها به ویران کردن ترتیبات جمعیتی و اطاعت نکردن به طلب کارمندان مقامات گناهکار دانسته شدند. بنا به خبرها در تظاهرات در میدان امیر تیمور که نخستین تظاهرات با پشتیبانی از فلسطینی‌ها در آسیای مرکزی بود، حدود 100 نفر اشتراک داشتند و پلیس اکثر آنها را دستگیر کرد. موج نو تشنج وضع در خاورمیانه 7 اکتبر سال 2023 آغاز یافت و در بین همگی چند هفته از هر دو جانب تقریباً 10,000 نفر، حدود 1400 اسرائیلی و بیش از 8000 فلسطینی کشته شدند. مناقشه کنونی یکی از خونین‌ترین ها در تاریخ نزاع بین عرب ها و اسرائیلی ها به شمار می رود. تماشابینان عزیز، یادآور می شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می دهیم.
مقامات امریکا 3 نفر شهروندان روسیه و کانادا نیکولای گولتسف و کریستینا پوزیریووا و شهروند روسیه و تاجیکستان سلیم جان نصرالدینوف را به پشت پا زدن تحریمات به ضد روسیه جاری شده و صادرات غیر قانونی فناوری‌های نوین برای کارخانه‌های حربی روسیه از جمله به کارخانه‌های مربوط به وزارت مدافع آن کشور به مبلغ $10 میلیون عیبدار می‌کنند. خود دستگیر شدگان و ادوکات‌های آنها هنوز اظهار نظر نکردند، ولی تفتیشات می‌گوید برخی از محصولات به روسیه فرستاده این سگانه در جنگ ضد اوکراین استفاده شدند. زاده پنجکند تاجیکستان سلیم جان نصرالدینوف که در منطقه بروکلین شهر نیویورک زندگی میکرد، صبح سه‌شنبه 31 اکتبر سال 2023 دستگیر شد. گالتسوف و پوزیریووا که برای ملاقات با سلیم جان نصرالدینوف به نیویورک آمده بودند نیز صبح سه‌شنبه در یک مهمانخانه در منطقه منهتن به حبس گرفته شدند. این 3 نفر به آن عیبدار میشوند که با مقصد با محصولات برایشان حیاتاً مهم تامین کردن کارخانه‌های حربی تحت تحریمات قرار گرفته روسیه یک شبکه جهانی خرید مال‌های فروششان به روسیه ممنوع را تشکیل دادند. دادستان کل امریکا بریون پیس در شرح این پرونده در یک اظهارات گفت گمان می‌رود که عیبدار شوندگان تحریمات را پشت پا زده به روسیه تجهیزات برای سلاح‌های دقیق‌ترین آن کشور خیلی مهم را فرستادند و برخی این محصولات در جنگ ضد اوکراین استفاده شده است. ایوان ارویلو اگنت مخصوص پرونده های مربوط به امنیت ملی در نیویورک اظهار داشت که عیبدار شونده ها برای حمایت از کرمل در جنگش به ضد اوکراین غیر قانونی به مبلغ میلیون ها دلار به روسیه محصولات الکترونی روان کردند. سلیم جان نصرالدینوف 53 سال دارد. او زاده پنجکند و دستپرور دانشکده پلی‌تکنیکی تاجیکستان بوده. در میانه های سالهای 90 برای تحصیل در اسپرانتور دانشکده روی نقلیات مسکو به پایتخت روسیه آمد و بعد ختم تحصیل در مسکو ماند. در اینجا به فعالیت‌های علمی و تجارتی مشغول بود. چند سال پیش سلیم جان نصرالدینوف همراه اهل خانواده‌اش به آمریکا کوچید و در نیویورک کار و زندگی داشت. نمایندگان جمعیت تاجیکان آمریکا سلیم جان نصرالدینوف را همچون یک مرد مهربان و حلیم توصیف می‌کنند و می‌گویند که در تقریبا همه چهره‌بینی‌های فرهنگی جمعیت فعالانه اشتراک می‌کرد. آنها در حیرتند که سلیم جان نصرالدینوف چگونه به دام چنین معامله‌های مشکوک افتاده است. روز 3 اکتبر سال 2023 بیگ صبور سردار خدمات علاقه تاجیکستان جلسه نوبتی با مسئولین ساحه علاقه، نمایندگان شرکت موبیلی و پروایدرهای اینترنتی، بانک‌ها و دیگر مؤسسه‌های مالیوی برق تاجیک و نهادهای قدرتی را برگزار کرده است. بیگ صبور در جلسه قبلی که 23 اکتبر دایر شد با تشکیل یک گروه کاری برای معاین کردن منطقه‌های اینترنتشان ضعیف، بهبود تامین اهالی با اینترنت و اجرای فرمان پرزیدنت درباره گزارش پوره نهادهای دولتی به پرداخت غیر نقدی به مسئولین و شرکت‌های اینترنتی یک هفته وقت داده بود. اما چنین به نظر می‌رسد که مسئولین در این یک هفته که گذشت راه در شرایط بی‌برقی اوکفرما در اکثر مناطق تاجیکستان راه‌های بهبود تامین مؤسسه‌ها و مردم با اینترنت و انتقال به ممنوعیت پرداخت غیر نقدی را پیدا کردن نتوانستند، چون که در اطلاع رسمی نشر شده در سامانه رسمی خدمات علاقه گفته می شود که موافقه شد که وسیله‌های انجام دادن عملیات‌های پرداخت غیر نقدی بدون اینترنت کارکرد شود. در جلسه قبلی بیگ صبور از مشکل دسترسی مردم به اینترنت و علاقه موبیلی اظهار نگرانی کرده بود. قبلا ماه دکبر سال 2022 پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمون نیز این مسئله دسترسی مردم به اینترنت و سرعت آن در کشور را بلند تند انتقاد کرد و به رئیس خدمات علاقه بیگ صبور که ضمناً قدوی پرزیدنت نیز است برای اصلاح کمبودی و وقت داده بود. معلوم نیست که چرا بیگ صبور تنها بعد 10 ماه تنقید پرزیدنت، تنها بعد نزدیک آمدن زمان ارائه پیام نوبتی سالانه او به اصلاح کمبودی ها اقدام کرده است. بنا به اطلاع رسمی در جلسه روز 3 اکتبر نتیجه های جلسه یک هفته قبل بررسی گردیده، بیگ صبور به مسئله ساحه علاقه و شرکت های موبیلی سپارش داده است که نورسایی و کمبودی هایی که جهت تامین نمودن تمام منطقه های کشور با علاقه موبیلی و اینترنت آشکار گردیدند، برای برطرف نمودن آنها کارهای عملی تیزانیده شده به طور تأخیر ناپذیر ادامه یابند. بیگ صبور که 61 سال دارد و قدوی پرزیدنت امامعلی رحمون هم است، از سال 2003 اینک 20 سال باز رهبر ساحه علاقه تاجیکستان را در دست دارد.
منتقدان طرز رهبری او و تیمش را یک مانع عمده برای رشد علاقه موبیلی و اینترنت در کشور میشمارند و میگویند که یا فرصت فرا رسیده است که رهبر این نهاد مهم و منبع عمده تامین بودجه کشور را به دست نفران حداقل آگاه از دانش‌های معاصر بسپارند. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان با تکیه به معلومات هواشناسان به توجه ساکنان و مهمانان جمهوری میرساند که طی چند روز نزدیک در قلمرو ناحیه‌های تابع جمهوری و ولایت ختلان خاک بارش پیش بینی شده است. به این دلیل کمیته حالتهای فوق‌العاده از ساکنان خواسته است تا نسبت به بیمارانی که از مریضی‌های دل و رگ‌ها و فشار بلند خون رنج میکشند توجه بیشتر نشان دهند. کمیته همچنین از رانندگان و دوستداران کوهنوردی و سیاحت با ماشین و موتورسیکل و دوچرخه خواسته است که هنگام حرکت در راه‌های کوهستان قاعده‌های بی‌خطری و فاصله بین واسطه‌های نقلیات را قطعاً رعایت کنند، زیرا خطر فرو ریختن سنگ‌ها نیز زیاد است. در سال‌های اخیر در قلمرو تاجیکستان بخصوص در مناطق جنوب و مرکز جمهوری حالت‌های خاکبارش زیاد شده است. حامیان محیط زیست افزایش حالت‌های خاکبارش را پیامد بیرحمانه بریدن درختان و حتی باغ و تاکزارهای بزرگ در سالهای 90 و اولهای سالهای 2000 میشمارند. از اثرات خاکبارش و یا افغانباد بیشتر آنهایی که بیماری قلب یا فشار بلند و یا آسم دارند رنج میکشند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.